در روزگاران قدیم در یکی از جنگل‌ها نادرشاه که به تعقیب دشمن رفته بود از لشکریان و همراهانش جدا شد و در پی دشمنانش افتاد. اما پس از چند ساعت مسیر را گم کرد و تک و تنها گرسنه و خسته در بیابان بی انتها گرفتار شد. او در به در دنبال کلبه‌ای، درختی، رودی و خلاصه نشانه‌ای بود که بتواند با آن راهش را تشخیص دهد و خودش را به اردوگاه لشکریانش برساند. تا عصر سرگردان بود. هوا که تاریک شد از دور سوسوی نوری را دید. به سوی نور رفت. در آن کلبه پیرمرد و پیرزنی زندگی می‌کردند که تنها داراییشان از زندگی فقط یک گاو بود. نادرشاه صاحب کلبه را صدا کرد. مرد بیرون آمد و گفت خسته نباشی، بفرما. شاه از اسب فرود آمد و داخل کلبه پیرمرد شد. همسر پیر او یک کاسه آب و کمی نان خشک جلوی نادرشاه گذاشت و گفت ببخشید خوردنی دیگری نداشتیم که با آن از شما پذیرایی کنیم. نادرشاه فوراً کاسه آب را گرفت و سر کشید. به محض اینکه تشنگی‌اش برطرف شد در تاریکی کلبه دست به نان برد و متوجه شد از سنگ هم سفت‌تر است. به پیرمرد گفت شما این نان سفت و سخت را چطور می‌خوری؟ خورشتی، مرغی، آبگوشتی چیزی ندارید؟ زن گفت اگر داشتیم می‌آوردیم. مهمان حبیب خداست. ما همیشه نانمان را توی آب می‌زنیم تا نرم شود، اما تو آب را یک باره سر کشیدی و حالا دیگر آب هم نداریم که برای خیس کردن نان برایت بیاوریم. نادرشاه رو به پیرمرد کرد و گفت این سکه را بگیر و برو برای من کمی روغن یا شیر بخر. پیرمرد گفت مثل این که از اینجا بیخبری، سکت را برای خودت نگه دار. در این بیابان دور افتاده آب آبادانی نیست که من بروم از آنجا شیر و روغن بخرم. نادرشاه به شدت ناراحت شد. اصلا نمیتوانست آن نانهای سفت را بخورد. تا خواست کمی از نان را در دهانش بگذارد تا خیس بخورد صدای گاوی بلند شد. نادرشاه شادمان از جایی جست و گفت برو برایم کمی از شیر گاوت بیاور. پیرزن گفت گاو ما شیر ندارد. نادرشاه گفت تا حالا نگفته بودم من نادرشاه هستم و دستور میدهم که بروی شیر گاوت را بدوشی و برای من بیاوری. پیرمرد گفت هر که هستی عزیزی، چون مهمان ما هستی، اما متاسفانه از شیر گاو خبری نیست. گاو شخم است، نر است، گاو شیرده نیست. نادرشاه این بار به شدت عصبانی شد. با صدای بلند گفت پیرمرد نادان، روی حرف نادرشاه حرف میزنی؟ وقتی دستور میدهم بروی شیر گاو را بدوشی باید فوراً اطاعت کنی و دیگر حرفی نزنی. چند بار باید بگویم که من نادرشاه هستم؟ پیرمرد با تعجب صدایش را بلند کرد و گفت گیر عجب آدم نادانی افتادم. هرچه میگویم نر است میگوید برو شیرش را بدوش. نادرشاه تازه متوجه شد که چه سوتی بزرگی داده است. به همین خاطر با حالت شرمندگی سرش را پایین انداخت و خشمش را فرو خورد. سپس از پیرمرد و پیرزن معذرت خواهی کرد. در نهایت همان نان خشک را به دندان کشید تا صبح شود و بتواند به اردوگاهش برگردد. از آن روزگار به بعد از هر کسی که زور بگوید و انجام کاری نشدنی را بخواهد یاد قصه نادرشاه میافتند و میگویند هرچه میگویم نر است میگوید بدوش. دوستان و همراهان عزیز، ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هاتون به ما انرژی بدین تا حکایت دیگر. بدرود.